یکی دیگه از سوال‌هایی که مربوط به دامنه هست سوال 132 از کنکور تجربی 1400 خارج کشوره. اینو قبلا حل کردم با ضوابطی که برای لگاریتم و قدر مطلق باید در نظر بگیریم، یعنی به صورت تشریحی حلش کردم. در واقع این روش اول بود و روش دوم روش تستیه که الان می نویسم. توی این روش تستی که برای آزمون نهایی اصلا پیشنهاد نمیشه، هم زمان کمتری صرف میشه، هم مطلب خیلی خلاصه تر هستش و لازم نیستش که بجز شرط مسئله چیز دیگه ای در نظر بگیریم. شرط مسئله رو با هایلایت مشخص میکنم و به جز اون لازم نیست شرط دیگه ای در نظر گرفته بشه. این قسمت رو سریع رد میشیم. به ازای x مساوی 0 آرگومان برابر 2 هست. در نتیجه گزینه 1 رو رد میکنیم چون گزینه 1 0 رو نداره، در حالی که 0 عدد مورد قبولی هستش. بعد به ازای x مساوی -2 تست میکنیم. توجه بکنید که کدوم گزینه -2 رو نداره. گزینه 3 -2 رو نداره. میخوام ببینم که این عدد مناسبی هست یا نه. به ازای -2 جواب میشه 4. خب 4 عدد مورد قبول برای آرگومانه، در نتیجه گزینه 3 رو رد میکنیم. x مساوی 2 رو گزینه 2 داره، در حالی که گزینه 4 نداره. پس x رو مساوی 2 در نظر میگیرم ببینم عدد مناسبی هست یا نه. به ازای 2 آرگومان میشه قدر مطلق 4 منهای 2 منهای 2 که برابر میشه با 0. توجه کنید که آرگومان لگاریتم لزوما باید اکیداً بزرگتر از 0 باشه. در نتیجه گزینه 2 رد میشه به خاطر اینکه عدد 2 رو داره و عدد 2 شامل دامنه نیست. الان فقط مونده گزینه 4 که اونو به عنوان جواب انتخاب میکنیم. یه بار دیگه سریع مرور میکنیم چرا این گزینه ها رد شدن. 0 عدد مناسبی هست در حالی که گزینه 1 نداره، پس بنابراین ردش میکنیم. -2 عدد مناسبی هست، آرگومان میشه 4. گزینه 3 نداره، ردش میکنیم. به خاطر همین این دوتا رو تیک زدم و x مساوی 2 عدد مناسبی نیست و گزینه 2 رو رد میکنیم چون گزینه 2 شامل 2 هستش، به خاطر همین رد میشه. لینک ویدیویی رو که توی یوتیوب حل کردم روش اول رو قسمت دیسکریپشن و کپشن اینستاگرام میذارم، اونجا میتونید ببینید.